فال ماه به ماه قهوه داریم. نیت کنید عزیزای دلم و ذکر یا حق رو کامنت کنید تا انرژیتون با من همسو بشه. اول از فروردین ماهی عزیزم شروع میکنم که هر نقشی رو ببنده تفسیر میشه. شیپور زیبایی که داره نشون میده از پیامی میگه که به گوشت میرسه و شیپور میگیری دست دیگران رو هم خبردار میکنی. از حروف اسمی میم و دال زنگ و تماس به خوشی میبینم. تا 6 وعده آینده قرار پرچمت خیلی بالا بره. توی جمعی دارن تحسینت میکنن یا از هنرت قدردانی میکنن. کسی بهت علاقه‌منده که از تبار دیگه ای هست. این آدم بهت ابراز علاقه میکنه. اگر رابطه نصف و نیمه ای داری تکلیفش مشخص میشه و این مشخص شدن رو من به مثبت بودن میبینم، به خوششانسی و قشنگ پیش رفتن ارتباطت میبینم. برای مجردین عزیزم خواستگار هست، گره از کارت باز میشه، مبلغ پولی به موقع به دستت میرسه، سفر رفتن رو پیش رو داری. اگر احساس میکنی حقت ضایع شده، پولی از دستت رفته، شرایط به نفع جلو میره و ورق بر میگرده. امضای مهمی رو برات میبینم که اون برگر رو داری میچرخونی روی هوا از خوشحالی. پول رقم 8 هم به دستت میرسه. یک بله زیبا از کار اداری قانونی هست که تو رو به اوج خودت میرسونه. اردیبهشت ماهی‌های عزیزم شما نیت کنید و ذکر یا حق رو کامنت کنید. پرنده آمینی که روی شونت نشسته، برآورده شدن خواسته و نیتت رو داری. یه نفر خیلی بهت وفاداره و از سمت این شخص خبر خوش بزرگی رو میگیری، طوری که به دیگران هم اطلاع میدی. از آبان ماهی زنگ و تماس به خوشی برات میبینم. اگر کسی اطرافت کسالت داره یا بیمار هست، شفا و سلامتی براش نشون داده. یک نفر در قالب دوست خیلی بهت نزدیکه. مراقب باش چیزی که نمیخوای بدونه یا حرف دلت رو بهش نزن، چون ممکنه وارونه جای دیگه انتقال بده. شخص احساسیت برمیگرده. خبر خوش میبینم، خوشحالی بینتون میبینم. اگر قرضی داری کم کم سبک میشه. روی مسائل کاری یا اداریت خوشخبری هست. کسی که سمت دولتی داره برات قدمی برمیداره و خبر مهمی برات داره. یک خرید ارزشمندی پیش رو داری. برای متأهلین بارداری نشون داده. از لحاظ مالی یک خرجی رو روی ماشین دارید، یک جشن و مهمونی دعوت میشی و پول رقم 6 به دستت میرسه که باعث میشه گره از یه سری از کارهات باز بشه. بریم سراغ خرداد ماهی‌های عزیزم. نیت کنید و ذکر یا حق رو کامنت کنید تا انرژیتون با من همسو بشه. خردادی های عزیزم، کسی ناراحتت کرده که خودش هم پشیمونه و داره خودش رو سرزنش میکنه. با آقای قد بلندی که موهای رو به بالایی داره، بینی کشیده‌ای داره، زنگ و تماس و صحبت مهمی داری. اگر تنها هستی، یه نفر صادقانه منتظر شماست، اما واکنشت میترسه که قدم جلو بذاره و نبشنوه. ناراحتی های خانوادگی به صلح و آشتی ختم میشه. جابجایی وسیله‌ای برات هست که بسیار مثبته. کسایی که دنبال شغل دوم یا مهارتی هستن بسیار پولساز نشونش میده. سفر کوتاه اما مهمی داری. یک نفر از گذشته سر و کلش پیدا میشه. جمع خانوادگی یا جمع فامیلی براتون میبینم و پول رقم 6 به دستت میرسه که گره از کارت باز میکنه. برای تیر ماهی عزیزم نیت کنید و ذکر یا حق رو کامنت کنید تا انرژیتون با من همسو بشه. نشون میده اگر مجردی، آشنایی تازه با شخصی داری که هم فرکانسته و انرژی خوبی داره. اگر توی رابطه‌ای هستی که فاصله افتاده، حتما بهتر میشه. پرونده های قانونی، اداری، کارهای شغلیت رو نشون میده که آروم آروم داره جلو میره و مهر امضایی زده میشه که به نفعته. یه مذاکره، جلسه مالی تا 3 وعده آینده داری که موضوعی تایید میشه. پولی به دستت میرسه که نسبت به این پول داری مشورت میگیری. یک نفر توی سکوت داره بهت فکر میکنه. خانم مسنی که عینک استفاده میکنه، دعای خیرش راه رو برات صاف و آسون میکنه. اگر مجردی، نیمه گم شده خودتو پیدا میکنی. از حروف اسمی عین، الف، صاد زنگ و تماس به خوشی داری. پولی رو قرض نده که گرفتنش سخته. تا 40 روز آینده هم مبلغ پولی به دستت میرسه و غمی از روی دلت برداشته میشه.
مرداد ماهی های عزیزم ذکر یا حق رو کامنت کنید. یه شانس مالی خیلی شیرین برات میبینم، طوری که دوباره انرژی میگیری، از جات بلند میشی، خانوادت آرومتر میشن، دوست خوبی اطرافته که سر موضوعی پشتت وای میسته، آدم وفاداری هست که کنارت میبینم بهت کمک میکنه. آقایی اگر قول و وعده وعیدی داده، قدرت عمل بهش رو داره و روی حرفش وای میسته. از لحاظ احساسی برات عشق و پیوند نشون میده. اگر رابطه ای هست که ناراحتی و فاصله افتاده، برطرف میشه و شخص احساسیت قلبا بهت علاقه داره، فکرش درگیرته. مجردهای عزیزم که منتظر برگشت هیچ کسی نیستید، شما یک آدمی که هم فرکانستون سر راهتون قرار میگیره و هم مسیر میشید. پیشنهاد شراکت و همکاری 2 نفره میگیری، یکی از نزدیکانت حمایتت میکنه، شکوفایی و درخشش داری. کارهای قانونی اداریت رو میبینم که حکم مدرکی به دستت میرسه. از لحاظ مالی پول رقم 8 به حسابت میاد که از یه بلا تکلیفی خارجت میکنه. اگر مهارت یا هنری رو میخوای یاد بگیری، برات بسیار پولساز نشون داده، طوری که شما رو به استقلال کافی میرسونه. شهریوری های عزیزم نیت کنید و ذکر یا حق رو کامنت کنید تا انرژیتون با من همسو بشه. نشون میده یه سری ها رو ترک کردی یا فاصله گرفتی از موقعیتی که اتفاقا برات خوب نشون داده. از شرایط پرتنشی به سمت آرامش و نور داری حرکت میکنی. برات تغییر محیط میبینم، میتونه محیط اداری یا محیط زندگیت باشه که تو رو به آرامش میرسونه. خیلی دلت فریب دیده، خسته شده، که از لحاظ معنوی باعث میشه شما رشد کنی. دست یه نفر رو میخونی یا متوجه موضوعی میشی. از احمد و احمدی یا محمد و محمدی برات خبر هست. یک عشق منتظره‌ای برات هست که دلت رو گرم میکنه. انگار حفاظی داری، حفاظی که باعث میشه انرژی منفی آدما رو متوجه بشی، ازشون فاصله بگیری. پولی که انتظارشو نداری به دستت میرسه از سمت یک آقا که الهی خیره. یک نفر با حروف اسمی ر یا ی زنگ و تماس به خوشی داره. دیدار با دوست صمیمی نشون داده. از خارج از کشور پیام یا زنگ و تماسی هست که مثبت نشونش داده. مجردین وارد رابطه عالی میشید که درش صداقت هست. برای مهماهی های عزیزم نشون از معجزه‌ای داره که از خدا سپاسگزاریش رو میکنی. نگران چه مسئله‌ای هستی؟ هر مسئله‌ای که باشه با خوشحالی رفع میشه. نظر و نیازی کردی که حاجت روایی داری. خبر مالی راه دور داری. یه خطر و بلا از سرت میگذره. طی 3 زمان آینده خرید ارزشمندی رو انجام میدی. راهی که بسته بوده برات باز میشه. توی کار و زندگیت پیشرفت داری. برای یه سری ها ازدواج و محرمیت میبینم. از خانومی که حروف اسمی ر یا ز داره زنگ و تماس به خوشی میبینم. تغییرات احساسی خیلی خوبی توی مسیرت اتفاق میفته. یک وام یا طلبی برات جور میشه. آقایی که قول و وعده وعیدی داده، این آدم بسیار قابل اعتماده و قدمی برات برمیداره و نقش حمایتی داره. از یک وکیل یا کسی که کار حقوقی انجام میده خبری میبینم که انگار مانعی رو برات برمیداره. پول رقم 2 به دستت میرسه و اگر خانومی بیوه یا متعلق اطرافت هست باید احتیاط کنی. این آدم خیلی باهات صادق و رو راست نیست. آبان ماهی های عزیزم شما نیت کنید و ذکر یا حق رو کامنت کنید. آقایی هست که اختلاف سنیش یا باهات کمه یا تقریبا همسنت هست. از سمتش پیام و خبر احساسی هست. نشون میده یا 0 یا 100، یا خیلی میبخشی یا قطع میکنی، یا خیلی به یه نفر رسیدگی میکنی یا رهاش میکنی. اگر میانه رو باشی زندگیت هم هماهنگ میشه و راه و مسیر خودت رو پیدا میکنی. از کسی که متولد فصل بهار خوشخبری داری. پولای ریز ریزی که داره به دستت میاد. سفر سمت شمال داری، جایی که آب هست، دریا هست. خانومی که قد و بالای کشیده ای داره خوشحالت میکنه. قهر و آشتیات زیاد شده توی روابط احساسیت، اما روی مدار قدرت و آرامش قرار میگیری. روی مسائل احساسیت خوشحال نیستی، نگرانی داری، اما کارات روی روال میفته و آرامشی توی قلبت برقرار میشه. اگه دنبال کارهای مهاجرتی یا ویزایی هستی حتما درست میشه. خرید و فروشی که سود بزرگی برات داره. از محسن نام خبر خوبی داری. ازدواج با عشق برای مجردین میبینم. 2 تا خواسته های بزرگی تحقق پیدا میکنه تا 5 روز دیگه از طرف شخصی که حروف اسمی الف یا ر یا ی داره برات خبر خوبی هست.
پول رقم 6 به دستت میرسه که گره از کارت باز میکنه. روی یه پیشنهاد کاری دو دل میشی که تصمیم گیری که میکنی برات راه رو مسیر رو باز میکنه. دعای خیر خانومی هم پشت سرته. آذر ماهی های عزیزم نیت کنید ذکر یا حق رو کامنت کنید تا انرژیتون با من همسو بشه. حتما پولی رو صدقه بذار تا فرکانسای منفی ازت دور بشن. حمایت آقای با تجربه‌ای رو میبینم که مسیرتو تغییر میده. روی موضوعی خیلی داری صبوری میکنی که حتما جواب میگیری. اگه شخص احساسیت فاصله گرفته حتما برگشت دارید. روی پیشنهاد کاری دو دل میشه. اگه تصمیم درستی رو بگیری برات خیلی پرسوده. خبر خوش مالی داری. یه پول شیرینی هم به دستت میرسه. آدم دلسوز و مهربونی اطرافته که قدرش رو باید بدونی. جایگاه اجتماعیت بالاتر میره. برای مجردین عزیزم صحبت ازدواج یا شروع رابطه‌ای پیش میاد. اگر کسی قولی بهت داده عمل میکنه. یه ناراحتی و غمی از روی دلت برداشته میشه عزیزم. اوضاع خانوادگیت رو به راه میشه. اگه منتظر وامی هستی برات جور میشه. خریدای ریز ریز داری. بیشتر شبیه حالت اقلام نشونم میده. تغییری توی خونه داری. افت مالی داشتی اما حتما برات جبران میشه. از سمت خانومی مسن برات خبر خوب هست و فامیل مادری شما رو به یک راه و مسیری دعوت میکنه که من شما رو اونجا دارم خوشحال میبینم. یه حقی به حقدار میرسه. سند یا برگه‌ای رو امضا میکنی و متأهلین هم خبر بارداری دارید. بریم سراغ دیماهیای عزیزم. ذکر یا حق رو کامنت کنید و نیت کنید. اگر مجرد هستی به نیمه گم شده خودت رو پیدا میکنی. کسی که با شما هم انرژیه. از حروف اسمی عین، الف، دال، زنگ و تماس به خوشی داری. پولی رو قرض نده که پس گرفتنش سخته. تا 40 روز آینده مبلغ پولی به دستت میرسه. یه غمی توی دلت هست برطرف میشه. اگر کسی پشت سرت حرفی زده خودش پشیمون میشه. خانومی دعاگوته که به گوش خدا میرسه راهو برات باز میکنه. یک فرصت یا پیشنهاد کاری خوبی داری. سفر کوتاه و پربرکتی برات میبینم. نگرانی‌های قانونیت حل میشه. از لاله، لادن، میلاد، زنگ و تماس به خوشی داده. یه مدرک جدیدی برات افتاده که میگیری. رسیدن به وصال یار رو نشون داده. عشق نشون داده. اگر کارهات به تأخیر خورده بدون حکمتی داره. دلگرمی رو میبینی. حاجت روایی رو میبینی. یک نامه یا تاییدیه‌ای از سمت اداره و ارگانی برات هست. جایی داری از حق خودت دفاع میکنی که عالیه و یه خبر شیرین روی مسائل مالی میبینم. اگر اولادی داری، اگر فرزندی هست، من براش شادی هایی رو میبینم که زیاد میشه و به دلخوشی میرسید. آقایی که اختلاف سنیش باهات کمه هم خبر خوبی داره که به گوشت میرسه. پولی رقم 3 به دست میرسه که گره از کارت باز میکنه و یه حقی به حقدار میرسه عزیزم. متولدین بهمن عزیزم نیت کنید و ذکر یا حق رو کامنت کنید. تماسی که خیلی خوشحالت میکنه. تماسی که بهت انگیزه میده. زیر یک ماه تغییرات خیلی خوبی برات به وجود میاد و به مرادت میرسی. اگر دلت زخمی شده التیام و آرامش پیدا میکنه. خرید گرون قیمت یا وسیله ای رو داری. پرونده ای رو میبینم که نهایی میشه. رهایی از غم و غصه برات نشون داده. راه تو دل تاریکی پیدا میکنی. از کسی که اسم است یا اسم 2 سیلابه داره، مثل علی رضا، مثل حمید رضا، محمد رضا، خوش خبری داری. از یه 2 دلی بیرون میای. پول قدیمی که ازش ناامید شده بودی بهت بر میگرده. توی خونه دلخوری های قدیمی هست برطرف میشه. کسی رو از گذشته نبخشیدی اما هنوز زخمش روی قلبت مونده. این آدم رو ازش بگذر. راه برات باز میشه. کسی که راه دور داره، مسیر راه دور داره، بهت پیامی میده. یا خودش دوره یا شهرش دوره که اگر تنها هستی آشنایی جدید داری. از سمت یه آقایی که توپل هست خبری داری. انرژیای مثبتی که میاد توی زندگیت. برای مجردین عزیزم من حلقه ازدواج و پیشنهاد ازدواج میبینم. خانمی که موهای رنگ تیره داره، قدمی برات برمی داره، پول رقم 4 به دستت میرسه که گره از کارت باز میکنه. حتما پولی رو صدقه بذار تا انرژی های منفی ازت دور بشه. حمایت آقای با تجربه‌ای رو داری که مسیرت رو تغییر میده.
بریم سراغ اسفند ماهی های عزیزم. نیت کنید و ذکر یا حق رو کامنت کنید. تتاقاری های خدا هستید شماها. انرژی مثبتی رو میبینم که وارد زندگیت میشه. حلقه ازدواج و پیوند میبینم، مخصوصا برای مجردین عزیزم. خانومی که پوست و موی روشن داره خبر خوبی برات میاره، چیزی که دنبالش رو به دست میاری. اگه برای مسائل مالی یا گرفتن حق و حقوق اقدام کردی به دستت میرسه. برای کسایی که اولاد دارن یا فرزند دارن رشد و پیشرفت داره برای من نشون میده. انرژی مثبت، پیشنهاد جدید احساسی برای مجردین میبینم. اونهایی که رابطه نیمه کاره ای دارن دوباره شکوفا میشن. اگر فاصله ای بوده دوباره به هم نزدیک میشید. یا آشتی و پیوند هست طوری که ارتباطتون رشد کنه. از طرف شرکتی دعوت به همکاری داری. درها خیلی خیلی سریع داره برات باز میشه. کیسه پولی به دستت میرسه. مراقب یه التهاب چشمی باش که چشم پزشکی رفتن رو دارم میبینم. در گذشته کسی بهت دروغی گفته که حقیقتش رو میفهمی. معامله های نیمه کارت به نتیجه میرسه. پول ناگهانی وارد زندگیت میشه و حاجت روایی برات میبینم. خبر شیرین مالی و رسیدن به وصال یار هست. اگر کارها تأخیر خورده بدون حکمتی داره. روی نیتت، هر نیتی که داشتی، من تاییدیه رو میبینم. یک نامه ای از سمت ارگانی هم به دستت میرسه. گرفتن حکم و مدرک براتون افتاده. از طرف آقایی که قد بلندی داره، موهای کمی داره و بینی تیزی داره، زنگ و تماس به خوشی داری. یا این آدم برات قدمی برمیداره. اگر افت مالی داشتی حتما برات جبران میشه. خب دوستای عزیزم، ذکر یا حق رو کامنت کنید. انشاءالله که تک تکتون به مراد دلتون برسید.